از این قبیل و به نظر میاد که اگر این خارج بشه بر اساس یک سری از ارزیابی ها 1 میلیارد یورو میتونه که برای اقتصاد ایالت بایرن، فقط برای ایالت بایرن میتونه که خسارت محسوب بشه. ضمن اینکه خب تاثیرات اجتماعی هم داره. فرزندان اینها اینجا مدرسه میرن، برای این افراد در همین شهرداری که پشت سر من هستش به هر حال اینا کارهای اداری انجام میشه، نیرو گرفته شده برای این تعداد از آدمایی که در این منطقه هستن و به این ترتیب اگر اینها خارج بشن از اینجا خب تا حدود زیادی میتونه که به ساختارهای اداری و ساختارهای اجتماعی اینجا هم فشار زیادی رو وارد بکنه. در کنار اون مسائل امنیتی خیلی مهم هست. به هر حال حضور نیروهای آمریکایی و حضور نیروهای ناتو در آلمان میتونه که خیلی به بازدارندگی در روسیه کمک بکنه. روسیه که به هر حال بر اساس یک سری از ارزیابی‌هایی که دستگاه اطلاعات خارجی آلمان انجام داده احتمالی که تا سال 2029 به آلمان حمله بکنه وجود داره و حضور این نیروها در واقع یک عامل بازدارنده هستش. خیلی ها امیدوار هستن که اینجا در واقع این اتفاق نیفته، آمریکا نیروهاشو خارج نکنه و مقامات سیاسی آلمان از جمله صدراعظم این کشور بتونن تمهیدی بکنن دل آقای ترامپ رو به دست بیارن و باعث بشن که در واقع این نیروها از اینجا خارج نشن. خیلی ممنون هستم. احمد صمدی در کنار ما. سفیر آمریکا در سازمان ملل با اشاره به وضعیت وخیم نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح خواستار آزادی فوری او از زندان شد. او گفت حکومت ایران سالهاست این فعال حقوق بشر را به دلیل بیان حقیقت درباره بدرفتاری با زنان و مخالفان سیاسی به زنجیر کشیده است. او با اشاره به وضعیت وخیم جسمی نرگس محمدی و ضرورت دسترسی فوری او به مراقبت‌های درمانی به مقام‌های جمهوری اسلامی توصیه کرد که او را آزاد کنند. آنتونیو گوترس دبیر کل سازمان ملل هم از گزارش‌ها درباره وضعیت نامناسب و وخیم جسمی نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح ابراز نگرانی کرد. او از مقامات ایرانی خواسته اطمینان حاصل کنند که این فعال حقوق بشر مراقبت‌های پزشکی لازم را دریافت می‌کند. امروز وکیل خانواده محمدی در پاریس در یک کنفرانس خبری درباره وضعیت سلامت این برنده جایزه نوبل صلح گزارش دادند. بنیاد نرگس محمدی اعلام کرد وضعیت سلامت این فعال حقوق بشر پس از انتقال او از زندان زنجان به بیمارستان همچنان ناپایدار است. برادر نرگس محمدی هم میگوید که خواهرش برای درمان بیماری قلبی خطرناکش به مراقبت‌های پزشکی و تخصصی فوری نیاز دارد. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس همراه ما شده. نیلوفر بهت سلام میکنم. از این نشست خبری بیشتر برای ما بگو درباره وضعیت و شرایط نرگس محمدی چی میگن، واکنش‌ها به این بازداشت چی بوده؟ شیرین اردکانی وکیل فرانسوی خانم محمدی اینجا در فرانسه یک شرحی از وضعیت او ارائه داد. 5مین روزه که نرگس محمدی در بخش مراقبت‌های ویژه